روشن کنیم، در کلش چراغ روشن کنیم. متاسفانه تیک تاک یک 15 ثانیه 20 ثانیه میگیره تا که یک نفر روی خط به و بفرمایید دوست عزیزم. درود به شما یار عزیز، خوب هستم؟ به شما سلامت. بفرمایید. آقا یار ما همیشه خیلی نفرا رو میبینم، خب همیشون هم مسلمان هست، دو زده رئیس. خب دیگه مسلمانی ما را اگه دو بزنم ما دقیقش رو نیستم، خب خود تزجافتا دو میزنم. خب ما فقط یک چی گفتنی هستم اینا در قبر محمد تان شوشته کنن، در دان الله تان شوشته کنیم که شما کسیفای نجیسا پیروی محمد خر هستین و در قبر محمد تان شوشته کنم. ببخشین یار عزیز همیشه. ببخشن خواهش میکنم دو نزنین، خیره بانین که یا دو دین. تفاوت ما امیا است. اینا چرا ما استاده شدیم مرگ در گردن گرفتیم که از این بدبختی خود بیرون کنیم؟ به خاطر که هموطنهای ما مریض شده که از این میکروب دین. این بیچارا فکر میکنن که وظیفهشان است که از خدای خود دفاع کنن. در دیگه ادیان مردم از خدا کمک میطلبه، خدایشان اینا را کمک میکنه. در دین اسلام ما خدا را کمک میکنیم، نه ما از خدا دفاع میکنیم یا از خدا که خود دفاع میکنن بانن که بیچارا دفاع کنن. امی برادر اگه خوب زد دو نزنین که دو نخورین. این ما اگه بانم اینجا بسیار نفر است که مکارم میکنن، نمیمانم اموره که خدایتان از دو ده که بیچاره اگه دل درد نشه. آنقدر بود پرست که ما مسلمان ها هستیم هیچ کس نیست. امی اسلام که سعی کنی 100 رقم بود داره. روی خط هستین دوست عزیزم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب بزرگوار محترم یار صاحب، دکتر وحیدالله مانیار هستم از شهر تورنتوی کانادا. خیلی خوشحال هستم دکتر صاحب گرامی، بفرمایید. زیاد خوش شدم از دیدنتان. آرزوی داشتم که امرایتان چند دقیقه صحبت کنم و احوال و پرسان صحتتان کنم. گرچه توسط جناب باختر خراسانی که برادر خوانده و دوست بسیار قدیم هستند، 40 ساله رفیقم است در کالیفرنیا، احوالتان داشتم و برشان پیامم رساندم. انشالله خوب است، این حال صحتتان بهتر است؟ بسیار بهتر است. ما یک عملیات که برای چیست، برای پی دی است، ما او را سپری کردم، بسیار به خوبی تیر شد و دیالیسیس شروع کردیم تا که ترانسپلانت کنم. خداوند شما را با عزت داشته باشه، پروردگار جل جلاله صحت کامل نصیب شما کنه، آمین یا رب العالمین. و خوشبخت باشین. بازم اگر در ارتباط با پیوند گرده و داشتن ازی که گرده بر شما چیز شوه بخیر، کدام مشکلی بود باز کده ما حلایده شما میشه که یا از طریق واتساپم من یه نمبر باز بر شما در میجه نشته میکنم در مسنجر، نمره شخصی خوده. ما و شما از امو دوره ها هستیم، دوره های مکتب هم یک جای هستیم، از امو بچه های کابل هستیم، قدیمی رفیق هستیم، از حال نه من تا باز علایده قسم میکنیم به فکر آرام. دیگه مقصد امر خدمت باشه، ضرورت باشه، به اصطلاح به سر چشم. مشکل چیز مسئله تعویض گرده یا پیوند گرده هم ما امکانات دارم، ارتباطات بسیار خوب دارم، جای خوب، اگر ضرورتی بود ما به سر چشم. همه ما و شما الحمدلله اول انسان هستیم، بشر هستیم، ما همه بشریت دوست دارم، همه بشریت. و دومی که ما این نظر ما هست به همه برادرها عزیزا و به همه انسان ها، به خصوص افغانای عزیزم، که هر کس که بر هر دین و مذهب است، به هر فکر است، نباید توهین شوه، تحقیر شوه. و هر کسی که معتقد به هر چیز هست نباید دشنام
و توهین شوه. هیچ وقتی کار باید صورت نگیره انسانهایی که در دسترخوان پدر خود کلان شدن، انسانهایی که خانواده داشتن. هرگز شما میفهمین که ما و شما یک کلمه تا برف زشته ما و شما به چای کابل بلد نبودیم و نیستیم. الحمدلله. دیگه از احترام که دیگه چیز خوب نیست. خوش شدم، بسیار آرزو داشتم واقعا دیدنتانی که فعلا انشالله رو به خوبی هستین. بسیار خوش شدم. دیگه زیاد گفتنی ندارم، فقط این یک پیام بود به همه دوستا که همیشه در هر افغانتان که در هر جای است برش دعا کنین و هیچ کس هیچ افغانتان در هیچ جای نه به نام دین، نه به نام سمت، نه به نام زبان، نه به نام این و آن، نه توهین، نه تحقیر و نه دشنام بتین. به خاطر از این که نباید کسی در قلبش آزرد، نباید با احساسات یک انسان یا یک طبقه یا یک قشر از جامعه. چرا؟ چی ضرور است؟ ضرورت نیست. باید که با هر دلی که شاد شود شاد می شوم. آباد هر کی گشت من آباد می شوم. باید این نظر ما باشه. هر انسان که شاد شد ما باید شاد شویم. ما از غم شما خدا بسیار ببخشن. بسیار تشکر میکنم. یکی یاده که در دو آموخته است و شاید بگوید که وی خیلی ما چرا بیاییم که اگه دو نزنیم. روی خط هستین دوست عزیزم. درود و مهر نثار شما عیار بزرگوار. به شما دوست گرامی بفرمایید. من امید میکنم که شما همیشه صحتمند و سرفراز باشین. واقعا شما با افتخار باید از هر افغان بگوید که شفیع عیار یکی از رهبرا و پیشوای ماست که آمدن و روشنگری کردن و ما را امی انسانایی که دو میزنن دشنام میزنن شما را به صفت انسان متوجه شد که شما یک انسان هستین. در طبیعت میتونین با آزادی و با فکر خوب با اندیشه خوب میتونین مستقل باشین. افکارتان را آزاد کرد و شما را از زندانها، از چنگلها، از زنجیره هایی که در عرقه و گوشتان انداخته بود آزادتان کرد. باید با همچو انسان افتخار کرد. ما از طبیعت هستیم، به طبیعت برمیگردیم. عیار عزیز، ما از طبیعت از انرژی بر شما صحت و سلامت خواهانم. همیشه صحت و سلامت باشین. سپاس. تشکر میکنم. روی خط هستین دوست عزیزم. عزیز خوب سلامت هستین؟ سلامت باشین دوست گرامی. خوب هستم، بفرمایید. بخیر باشی، زنده باشی. شفیع عیار صاحب، ما وقتان زیاد نمیگیرم، فقط به حیث یک پشتون سرتان افتخار میکنم و ای که پیرو رایتان هستیم و خوشحال از این هستم که سلامت هستین و دنبال کننده از قدیم برنامه‌هایتان هستم. زنده باشین، پایدار باشین. دیگه وقت زیاد رو نمیگیرم. خوش شدم که دیدم این این پلتفرم آمدم که یک عرض ارادتی داشته باشم. بسیار زیاد تشکر دوست گرامی. صحتمند باش. البته برای ما این مهم نیست که کی به کدام مذهب است یا کی به کدام ملت است. گپ سر است که یک چیز مشترک ما داریم و او انسانیت. این انسانیت اگر مشترک نگاه کنیم باقی دیگه مهم نیست که او پشتون و ازبک و انسانیت خود باید می وسط نگاه کنیم و بلندتر از دیگه چیزا. و تشکر میکنم که شما این کار کردین. بخشنین. دوست عزیز روی خط هستین. بفرمایید. سلام مرد بزرگ. سلام دوست گرامی، خوب هستین؟ جناب حضرت معظم گرده هایتان خوب است؟ شفیع عیار من دوست دارم به هر حالتش. یک سال دو سالی هم نمیشه، 3-4 سال است که تعقیبت میکنم، دوستت هم دارم، میدارم. خدا پرستی اما خدا میپرستی. تشکر.
و بعض چیزها را به چالش میکشی و پیام من به دوستا هم است که بارها در برنامه هایم فریاد زدیم که برادران دست یکی کنیم بیاییم به شمول ما یک جا شفیع عیار شکست بتیم در دیالوگ. ما کماکان در حال آرایش نیرو در قبالتان هستیم. به مجرد که نیروهای ما بخیر تکمیل شدن آغاز میکنیم علیتان. هزار دفعه هیچ مشکل نیست. نسو صاحب نادری، شما ما براتان بگویم که با درد و غمی که شما در افغانستان کشیدین، چیزایی را که پیش چشم خود دیدین، هیچ امکان نداره که شما بیاین تمام وسایل نظامی تان طرف ما دور بدین. نه خدا نکنه، خدا نکنه یار صاحب عزیز. درد مشترکی که ما داریم به یک طریق دیگه شما فریاد میکنین، به یک طریق دیگه و دیگه کلگی ما در واقع یک درد مشترک فریاد میکنیم و یک راه را داریم معمار میکنیم و او راه نجات مردم ماست. در واقع کل ما برمی ما در اینجا کدام کنسرت با پا نکردیم که تکت بفروشیم پیسه بگیریم یا کدام بازی بتیم. جان خود در خطر انداختیم که بیا که نمی چیزه که ما فکر میکنم که باعث بدبختی سمیر تشریح کنم با مردم. ما از این خاطر به هیچ وجه خطای از این نیستم که شما در مقابل ما بخیزین. خدا نکنه عیار صاحب، ما یک جمله را میخوایم خدمتتان بگویم، ایست که شما بعضی از موضوعات را بیان میکنین که ما در کودکیم با شنیدن او جملات احساس میکنم که دارین برو باورهایی که ما دارم میتازین و باز ما یک درون ما یک صدا میکنن از تو کم داون بچیم، کم داون. تو یک آدمی معمول اسلامی هستی. در درون شما یک نستوی هوشیار دیگه است پیش امراض نمیمانید. نه میگه بگذار عزیزم، آنانی که بزرگان هستند، عالمان هستند، علی آقای عیار بیاین آغاز بکنن، بپردازن و هر زمانی که آقای عیار در برابر یک نوع دیالوگ و ایدئولوژی شکست خورد، بازو زمان میتونی حرف تا بزنی. تو حالا من اقرار میکنم که به اندازه خودت فهم ندارم در آن چیزی که شما دارین صحبت میکنین. وقتی من به اندازه عیار فهم ندارم، پس دیگه ناصادقانگی است که قطعش سر ستیزه میگیرم. دوستان شما اینجا گپ بسیار خوب زدین. امیدوار هستم که هموطنهای ما به توجه کنه. گفتین من میمانم که همی آدمای کلان یعنی مولای صاحبا بیایه همین نفره کتش گپ بزنه که ما ببینیم که چی غلطی داره. یا که اگه نداره مولای صاحبا یاد بگیره و ما هم یاد بگیریم. ما البته تشکر از اینکه شما به ما میگین که فهمم زیاده. ما در یک چیز خاص یک کمک فهم دارم تو نیست. دنیا خودت میفهمین اساس دنیا امروز میلیون ها کتاب از کلگیش علم است. ما یک کمک اینه گوشه یک سر سوزن، اما اینمی سر سوزن را که ما میفهمین 44 سال خودت شاید 44 سال خودت نباشی، در 44 سال پیش چشم ما وطن ما در گرفت. در 14 سال پیش چشم تاریخ. این باید یک دلیل داشته باشه. اگر ما چشم پد کنیم که نه کار خداست، نه کار خدا، همین خدازادگی پیش میره. اگر استاد شیم که چرا و ببینیم دلایلش، باز شاید همین خدازادگی پیش نره، راه نجات ما همیشه هموار شوه. دیگه ما تشکر میکنم لطف شما را. ما آخرین جمله من میگم از حضورتان مرخص میشم. جناب عیار عزیز، من صفت یک مسلمان آرزو دارم یک جوانی، یک بزرگی، یک عالمی پیدا شوه و در یک شب منتظر باشم که قطع جناب آقای عیار مناظره بکنه و از نگاه ایدئولوژی آقای شفیع عیار شکست بده و من برم دستایش ببوسم و برش بگیم زنده باد. من آرزوی چنین روز دارم. اگر نداشته باشه، من نمیتونم شخصا از درون شکمبه معیار خاندان گفته دشنام بده میره. من نمیتونم، وجدانم اجازه نمیده. دیگه من عیار عزیز دوست دارم، بینایت دوستش دارم، به مثابه یک از بزرگان و باسوادان سرزمینم. همیشه سربلند و سرفراز باشین عیار صاحب بزرگ. تشکر.
البته نستای نادری یک کسی نیست که بیای برای تو با احترام گپ بزنه، مگر ای که در دلش هم تو باشه، در کلیش هم تو باشه، یعنی یک آدم ساختگی نیست میتونست کالیج بیای دو بزنه. روی خط هستین دوست عزیزم. الو سلام معیار صاحب، خوب هستین؟ خیر درود بر شما. امیدوارم که صحتمند باشین. سلامت. منتها یک شما قدر فهمیده هستین، دانسته هستین، امی یک انتقاد شما دارم که شما ماشاءالله بسیار فهمیده هستین، رسیده هستین. در این گپ شما در سوشال میدیا باید نمیگفتین که این یک تکلیف دارم، چون که شما بسیار دشمن زیاد دارین. دیگه از این خاطر من بالا آمده که میدونم که شما بسیار یک آدم فهمیده هستین، یک آدم چیز هستین. امی چیزهای با شما در سوشال میدیا نمیبینید، چون شما دشمن زیادتر دارین، دوست هم زیادتر دارین. من دشمنان خوش میشم دیگه از شما میشنوم. ما امیر یک تشریح برتان میکنم. دوستای گرامی، در جوامع اسلامی و بخصوص در جامعه افغانی ما، ملا چنان تبلیغ میکنند که گویا مرگ برای خودشان محبت خداوند است، میخوایشان جنت، اما دیگرها گویا مردار میشن. ای آیسته آیسته مردم در یک ترس و در یک هراس انداخته و مردم فکر میکنه که بخصوص کسایی را که ملا خوش نداره اینا همی قضیه مریضی و دیگه خود پنهان کنم. نه، مریضی یک چیزی بخی طبیعی است، مردن یک امر طبیعی است. کدام نفر هست که زنده مانده باشه؟ هیچ کس در دنیا زنده نمانده. همین نسل که امروز زنده است، اینمی بشریت امروز 100 سال بعد از یا اگه 1,000,000 نفرش زنده باند دیگه کلگی مرده می باشه. آیا این خدا زدگی است که این نفرها میموره؟ به هیچ وجه نه. بنان یک پدیده عادی است. ما که میگم بی که در سر مرگ ما ملاحتن مندازه پرتن، هیچ مشکل نیست. اما ما با استفاده از این ما میتونم تعلیم بتونم انسان ها را که مرگ چی هست، چرا میموریم و چرا یک امر طبیعی است و خدا هم زدشان که آمدم با انرژی تر از گذشته. سلامت باشین. تشکر. خب یک تلفن دیگه میگیرم که باز میرم که برنامه دیگه هم شروع میشه. ایره خوب یک طالب جنگان ورم. ما ای جنامای شما را دیدن نمیتونم که روی خط هستین. از استاد میتونه باشین. یکی دیگر را میگیرم. یگان نفر، این 3 نفر بود که گرفتم داخل، نتانستمش. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. خراب کرده رایستی، در مغزم رفته رایستی. خواه